5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. در قندهار، شهری که گفته می شود رهبر طالبان در آن زندگی می کند، خانواده‌ای تصمیم گرفت دختر 10 ساله‌شان را بفروشد. اخو نو درته اوس کوچنی ده، خو نو په دا نه پوهېږي، خو دا په دا نه پوهېږي چې زه یې ورکړی یم یا نه یم ورکړی، یا څنګه سوی دی یا څنګه نه دی، چیرې ودهیي یا مې نه ودهیي. د هغې لویوالي ته به بیا حساب کوم. د خیره اوس خو مې د ورکړی ده، اوس خو ما خپل ځان د مجبورۍ په ایستلی دي، اوس خو د ګزاره دا سره ناسته ده. هغه مال به بیا سره ګورو چې دا مال پر غټېدو راسي چې زه ورته د دې سره غوږ خلاص کړم چې زه یې ما ته په داسې سخته کې ورکړی، ما په مجبورۍ کې ورکړی، ما ځان در باندې ساتلی دی، ما ګزاره ما د ژوند ټاټوبی در څنګ کړی دي. البته نو نه خبر چې د دې غټېدو ته به بیا زه ګورم چې دا لا څه شي وایي څه شي نه وایي. دا خوشحاله ده نه د خوشحالي، اوس خو دا نه په خوشحالي پوهېږي. د 10 کالو نجلۍ وګوره، خوشحالي وګوره. ما د ډېرې مجبورۍ ورکړه، ما چې مجبوره نه وای ما دا چیرې ورکولی زوی، ما چې د ماښام د غرمې دا درلودی، ما دا چیرې ورکولی. ما د ځګر ورور، ما د ځګر خرابېدنګه جز، ما د سوزو خرابېدنګه جز، ما د دوا سړی نه درلودی، ما د ګولۍ سړی نه درلودی. ما زوم ته نه سوی ویلی چې زوی ته ما ته یا پیسې راکړه یا لسۍ راکړه یا شیدۍ راکړه. اوس خو مې په 2.5 لکه ورکړې ده، په 2.5 لکه کې لک کلدارې راکړې، 1.5 لک کلدارې راکړې، 1.5 لک کلدارې کې لک کلدارې ما زوم ته ورکړې دي. 50,000 ما خپل د اولاد د ډوډۍ د خوراکي او د نفقې دپاره راګرځولي دي، نور یې نه دي راکړي. نور لا پر مخ باندې چې دغه ټیرې چې لا دوی ما ته څو راکوي نه راکوي، دا مړه شي دا ژوندی شي، مقصد خو د ډېرې مجبورۍ دا ما خرڅه کړ د بلا نو نه یم په خبره چې په خدای باندې ما سره څه وکړي. دا ژوند نه دی، دا د سپي ژوند دی. لا پر ما بلا وګرځي په دا 24 کاله کې پر ما باندې دا رقم سختې نه وې راغلي، لکه دا اوس د سرتوریو د خوارۍ د وخته چې هغه ما لا سمم یو ګوله ډوډۍ هم پیدا کولی شي، یا لږ یا ډېره د ملتو د سنتو خو خلاص چې راسمه بغاري وي مور دا داسې وکړه، مور دا داسې وکړه، نو څه به وکړم. این فقط داستان یک خانواده نیست، داستان میلیون ها افغان است که در 5 سال گذشته میان گرسنگی، بیکاری و ناامیدی زندگی کردند. برای درک این که چگونه افغانستان به این نقطه رسید، باید با آگوست 2021 برگردیم. در مدت چند هفته حکومت افغانستان فرو باشید. شهرها یکی پس از دیگری سقوط کرد و در 15 آگوست طالبان وارد کابل شدند. من فکر نمیکنم که سقوط افغانستان برای کسایی که در پروسه مصالحه با طالب شامل بودن ناگهانی بوده باشه. یعنی اینا کسایی بودن که از نوعیت صحبتایی که با طالب جریان داشت، از اینکه چه تصمیمی اینا میخواستن در قبال افغانستان بگیرن آگاه بودن. برای کسایی که سقوط ناگهانی بود برای خود مردم افغانستان بود که در یک آن اینا خبر شدن که طالب در ظرف کمتر از چند ساعت از شهرهای اطراف افغانستان به کابل راه پیدا کرد و بعداً اعلام شد که کابل بر دست طالباست کنترلش. در 5 سال گذشته طالبان 10 فرمان محدود کننده علیه زنان و دختران صادر کردند. بر اساس گزارش یونسکو حدود 2.2 میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شدند. همزمان محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و حضور زنان در زندگی عمومی فرصت‌های آنان را به شدت کاهش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت پیامدهای عمیق برای آینده اجتماعی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت. پس از سقوط کابل، افغانستان برای چند روزه در مرکز توجه جهان قرار گرفت. تصاویر فرودگاه کابل، سقوط حکومت و بازگشت طالبان در صدر خبرهای جهان بود. اما این توجه دوام نکرد. دوربین‌ها خاموش شدند، خبرنگاران رفتند و افغانستان به تدریج از تیتر خبرها ناپدید شد. جهان رفت اما بحران باقی ماند. تمام ارزش‌ها به یک بارگی سقوط کرد و مردم افغانستان یک بار دیگر به کام هیولای تروریسم رفتند و یک دوره تاریک در افغانستان حاکم شد. بدون شک با شناسایی که مردم افغانستان از گروه طالب داشتن، ما فهمیده بودیم، درک کرده بودیم که گروه طالب با زنان افغانستان قطعاً که سر همسویی و هم فکری نداره، یک گروه تروریستی است. با شناسایی که از مکتب فکری طالب، از ایدئولوژی طالب،
حتی از نصاب آموزشی گروه طالبان داشتیم، میدانستیم که اینا با هر کاتگوری از جامعه و با هر بخشی از جامعه اگر تفاهم بکنن و آشتی بکنن، با زنان افغانستان هرگز آشتی نمیکنن. طالبان اعلام کردند که جنگ پایان یافته است، اما برای بسیار از مردم افغانستان پایان جنگ به معنای آغاز آرامش نبود. برای نسلی که با امید به آینده بزرگ شده بود، واقعیت جدید بسیار متفاوت از انتظارها بود. بیشتر کسایی که میگن جنگ خاتمه پیدا کرده طالبا هستن و من اگر یک نظر طالب با اون موافق باشم، معنی است که طالب میگه جنگ خاتمه پیدا کرد، معلوم دار جنگ خاتمه پیدا کرد، چرا که جانبی که وارد جنگ در افغانستان بود امروز در ارگ است. کسی که انتحاری میکرد امروز طالب بود که در ارگ نشسته، کسی که مردم را میکشت، خبرنگار را میکشت، کارمند حکومت را میکشت، سرباز را میکشت، امروز بر اون ملت حکومت میکنه. بنابراین بله جنگ خاتمه پیدا کرده. چرا خاتمه پیدا کرده؟ چرا که دشمن افغانستان حال بر مردم افغانستان حکومت میکنه. اما بسیار متاسف هستم از اون کتله از افرادی که از سرزمین ما برای سفیدشویی طالب و بعضا بنابر ساده لوحی که اینا دارن در عرصه سیاسی فکر میکنن که افغانستان امنیت برقرار است و این امنیت دستاورد طالب است. خیر، طالب در گذشته انتحار میکرد، امروز در ارگ است، معلوم دار نمیتونه انتحار کنه، ولی اگر روزش برسه دوباره امو عمل کرد در قبال ملت و کشور اتخاذ خواهد کرد و تنها تهدیدی که به بی‌ثباتی افغانستان است دقیق هنوز خود امو طالب است. تصویری که امروز بعد از 5 سال طالبان از این کشور ارائه میکنن، یک کشور یا یک حاکمیت آپارتاید جنسیتی میتونیم بگیم. در کنار مشکلات دیگه این پررنگ ترین تصویری هست که و واضح ترین تصویری هست که ارائه میشه. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا WFP، حدود 17.4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند و 4.7 میلیون نفر در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند و به کمک فوری بشردوستانه نیاز دارند. افغانستان دیگر در صدر خبرها نبود، اما بحران همچنان ادامه داشت و زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داد. توان از این نداریم که دوا بخریم و ما شخصا خودم که تکلیف شکر دارم، پایم در این شکر قطع شده، توان خریداری دوا رو ندارم. دیسی خدای پاک دکور زاو که سیریان بریان و زمان میتول بکر ناستی وظیفه نشدادی نو پدو شرایطی که دقیق کمک متدیر که دی بخبل خیاطی گندم دستانی کار کنم خب ما تا دقیقم غلیمتی که نمی دوا کی او نمی شیکی خوبی هم متخیلی. پس از سقوط حکومت پیشین، بسیاری از پروژه های اقتصادی و توسعه‌ای متوقف شد. اداره ها بسته شدند، سرمایه گذاری کاهش یافت و فرصت های شغلی از بین رفت. هزاران جوان تحصیل کرده که سالها برای ساختن آینده خود تلاش کرده بودند، ناگهان بیکار شدند. پس از 15 آگوست سال 2021 بدون شک ما مثل یک بخش بزرگی از هم نسلای خود به دلیلی که همو چتر امیدی را که به نام نظام جمهوریت داشتیم ولو با تمام نارسایی هایش از دست دادیم، دیگه امید برای ماندن در زیر حاکمیت جدید که ما به درستی می دانستیم قرار است چی چیز در انتظار افغانستان باشه نبود. ما هم از روی اجبار و مجبوریت تمام تصمیم به ترک وطن گرفتم.
یادگیری زبان جدید، یافتن کار و سازگار شدن با محیط تازه آسان نبود. اما دشوارتر از همه دوری از خانه، خانواده و سرزمینی بود که دوستش داشتن. و امروز که 5 سال از او تصمیم میگذره، شکی نیست که دشواری ها و دردسرهای زیاد داره مهاجرت که خو کردن و عادت کردن با او زمانگیر است و هنوز ما با این دشواری ها دست و پنجه نرم میکنیم. اما ما از این تصمیم پشیمان نیستم، چون وقتی که من با خودم مقایسه میکنم که اگر قرار بود من امروز در داخل افغانستان میماندم چه چیز میتونستم انجام بدم، موثریت ما چقدر بود، و وقتی این مقایسه میکنم بدون شک من باورم ای است که نظر به وضعیتی که ایجاد شد تصمیم ما تصمیم درست بوده. همزمان با گسترش بحران، موج بزرگی از مهاجرت آغاز شد. دکتران، استادان دانشگاه، خبرنگاران، متخصصان، فعالان مدنی و کارآفرینان کشور را ترک کردند. افغانستان کشوری بود که به دانش و تخصص آنان نیاز داشت، اما هزاران نفر مجبور شدند زندگی کوتاهی را در کشورهای دیگر آغاز کنند. هر فردی که رفت بخش از تجربه، دانش و ظرفیت افغانستان را نیز با خود برد. سقوط موقعیت را بر ما تغییر داد. بدون شک در کشوری که زاده شده بودم، همه چیز را از اونجا داشتم، او از ما گرفته شد. مهاجرت نخبگان هر جامعه، بخصوص وقتی که دست جمعی و گروهی اتفاق میفته، تبعات خوب در هیچ جای جهان نمیتونه داشته باشه و برای ما هم همین گونه بوده. ولی متاسفانه افغانستان این مورد را بار بار تجربه کرده، ولی اتفاقای مانند سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان بیشتر از هر کسی همین قشر و همین نسل را آواره و دور از وطن ساخت. شاید هیچ گروهی به اندازه زنان و دختران افغانستان تأثیر این تغییرات را احساس نکرده باشد. دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران بسته شد. پس از آن دختران از رفتن به پانتون نیز محروم شدند. من همیشه آرزو داشتم خبرنگار شوم. دوست داشتم در دانشگاه درس بخوانم، گزارش تهیه کنم و صدای مردم کشورم باشم. اما بعد از بسته شدن دانشگاه برای دختران، درسم هم نیمه تمام ماند. روز که فهمیدم دیگه نمیتوانم به صنف برگردم، احساس کردم بخش از آینده‌ام از دست دادیم. من نمیخوایم رویاهایم فقط به خاطر دختر بودنم از من گرفته شود. ولی باور دارم این نظام تغییر میکند و من به آرزوهایم میرسم، چون هیچ نظام سرکوبگر تا ابد باقی نمیماند. ما اگر بخوایم که یک تصویر کلی از 5 سال حاکمیت رژیم حاکم در افغانستان را داشته باشم، طبیعتاً به عنوان یک زن تصویر یک زندان کلان بدون سقف را می‌بینم، مخصوصاً برای زنان در افغانستان، و تصویر آپارتاید جنسیتی مطلق تمام عیار و غیر قابل انکار، تصویر صندلی‌های خالی در مکاتب دانشگاه‌ها، تصویر اقتصادی که نیمی از قوه محرکه او حذف شدند، تصویر یک کشوری که تمام نخبه‌های او مجبور به ترک وطن شدند فقط به دلیل حاکمیت این رژیم مستبد. زنان از بسیاری از مشاغل کنار گذاشته شدند و حضور آنان در جامعه روز به روز محدودتر شد. برای بسیاری از دختران این فقط بسته شدن یک دروازه نبود، متوقف شدن رویاهایی بود که سالها برای آن تلاش کرده بودند. 5 سال گذشت. در این 5 سال بیشتر روزهای ما در چهاردیواری خانه میگذرانم. کتاب‌هایم گوشی از اتاق خاک میخوانند و مکتب نیست که من بتوانم اونجا برم و درس بخونم. نمیتونم که آینده به صورت واضح ببینم. آرزوهایم که سال هاست
5 سال شد که آرزوهای من نیمه کارم مونده. این بیشتر از همه چیز مرا رنج میده. بزرگترین آرزویم درس خواندن بود که بتونم روز موفق شم و بتونم به جامعه خدمت کنم. میخواستم تحصیل کنم و به آرزویم برسم، اما این حق از من گرفته شد و بسیاری از رویاهایم ناتمام ماند. بسته ماندن مکاتب تنها دروازه آموزش نبود، بلکه روحیه و امید ما بود. بعضی وقتا حس میکنم که سالهای جوانی مورم از دستم میره. سالهایی که ما باید دنبال موفقیت، دنبال آرامش و دنبال ساختن آینده می بودم از دستم میره. در 5 سال گذشته ما یک دانش آموزی نداشتیم، دانش آموز دختری که از مکتب فارغ شده باشه یا از دانشگاه فارغ شده باشه. 4 سال یک عمر است. تمام دخترای صنف 12 که فارغ شد میتونستن سال از مکتب از دانشگاه فارغ شدن و 1 سال کارشان انجام بدن یا سال اول ماستریشان باشه. در حالی که در افغانستان ما اگه به کودک 15 ساله فکر کنیم 5 سال از زندگیش حذف شده و 20 ساله است و مجبور است آرسی کنه کودک بیاره در همون چرخه معیوب جامعه زن ستیز و جامعه خشن دوباره و کودک تولد کنه و بزرگ کنه که همه سرخورده و ناامید است و یک کودک ناامید دیگه یا یک نسل ناامید و دلزده دیگه ما به دنیا بیاریم. طالب بسیار خوب درک میکنه که اگر این ملت با سواد و آگاه باشه نمیتونه که حکومت خود را در اون سرزمین نهادی نکنه، چرا که ملتی که با سواد شد، زن و کودک و دختر و پسری که به مکتب میره درس میخونه و خودش قرآن خوانده میتونه و خودش میتونه به منابع دیگه معلومات دسترسی پیدا کنه بخونه، بدن اتومات این مفکوره طالب پذیرفته نمیشه در سرزمینی که نفوس از اون با سواد باشه. اما زنان افغانستان خاموش نماندند. در ماهای نخست پس از بازگشت طالبان گروه‌های مختلف زنان به خیابان‌ها آمدند. آنان خواستار حق آموزش، حق کار و حق مشارکت در زندگی اجتماعی بودند. با وجود خطرها آنان تصمیم گرفتند صدای خود را بلند کنند. به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یعنی پایان دادن به مسئولیت عاملان او، یعنی بستن تمام راه‌های مشروعیت و تعامل با گروهی که نیمی از پیکر اون جامعه را فقط به دلیل جنسیتشان حذف کردن و فکر میکنم که نامگذاری او یا پیدا کردن نام برای این درد اولین قدم برای درمانش هست و من معتقدم که این بسیار حیاتی هست و شدنی هست، چرا که ما شواهد زنده او هر ثانیه‌ای که میگذره در افغانستان داریم. فضای ترس گسترش یافت، اما اعتراضها کاملا خاموش نشد. وقتی خیابان‌های افغانستان بر روی آنان بسته شد، صدای آنان از کشورهای دیگر جهان شنیده شد. خب اعتراضاتی که در افغانستان جریان داره از اولین روزهایی که طالبان به افغانستان حاکم شدن تا آخرین وضعیتی که در هرات حاکم شد به نظر من بسیار زیاد مهم بود. این نشان میداد که مردم افغانستان تسلیم شدنی نیستن، نمیپذیرن این خشونت هایی که طالبان دارن اعمال میکنن و حداقل مثلا موضوع آخری که در هرات اتفاق افتاد ما دیدیم که یک بار دیگه افغانستان سرخط کشورهای دنیا شد، خبرهای کشورهای دنیا شد و در مورد موضوع افغانستان داشتن کشورهای مختلف بحث کردن، رسانه‌های مختلف و تمام اینا سبب شد که دوباره موضوع کودک همسری، موضوع ممنوعیت طلاق زنان، موضوع خشونت‌های خانگی که طالبان دارن او را کدیفای میکنن، همه اینا دوباره بالا آمد و به یک بحث در تمام رسانه‌های دنیا تبدیل شد که خیلی مهم است و اعتراضاتی که در سراسر دنیا شکل گرفت توسط دیاسپورای افغانستان اینا نشان میده که ما آگاه هستیم با آنچه که کشورهای دنیا دارن انجام میدن، به سیاست‌های اینا و در قبال منافع خودشان با یک ما داریم مقایسه میکنیم که چقدر وضعیت حقوق بشر، وضعیت زنها، وضعیت اقلیت‌ها برای کشورها مهم است و آنچه که برای اینا تمام سال‌ها شعار بوده به نام حقوق بشر، برابری جنسیتی، آزادی و دموکراسی، وقتی که به کشورهای مختلف میرن بعد وقتی که موضوع به افغانستان میاد چطوری ممکن است که تعامل داشته باشن با طالبان یا تعامل به نفع خودشان داشته باشن. بنابراین این اعتراضات خیلی مهم است در همصدایی با زنای افغانستان و با مردم افغانستان. بعد از طرف دیگه مردمی که داخل افغانستان زیر ستم و سرکوب
هستند و هر صدایی که از اونا بیرون میشه با خشونت، با زندان، با بند، با شکنجه، با ناپدیدسازی قهری مواجه میشه. اینا میتونن بفهمن که اگر زیر خطر تمام این خشونت ها اونا قرار دارن، مردمی که بیرون از افغانستان هستن اونا رو فراموش نکرده و پل ایجاد میشه، میتونه صدای اونا باشه، هرچند که هر کس صدای مستقیم خودش داره و قابل مقایسه نیست کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن با دشواری کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنن. اما با هر خلق امیدی که مردم تنها نیستن و کسایی که بیرون از افغانستان است قطع نکردن رابطه ایشان را با افغانستان و هنوزم دارن اون صدا را بازتاب میکنن. در 5 سال حاکمیت طالبان، رسانه‌ها نیز با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو شدند. بسیاری از خبرنگاران کار خود را از دست دادند و فعالیت رسانه‌ای دشوارتر شد. بر اساس گزارش‌های بسیار معتبر از نهادهای بین المللی، از 10 نفر خبرنگار زن 8 دانش مجبور شد که کار خود ترک بگویه و دیگه در عرصه خبرنگاری نکنه و ما در بیشتر از نصف از افغانستان که 17 ولایت ما از حتی یک خبرنگار زن نداریم که به شکل رسمی کار کنه. اونایی که کار میکنن بیشترشان به شکل ناشناس کار میکنن به بیرون از افغانستان و کسایی که در داخل افغانستان کار میکنن شما میبینین که با چی محدودیت‌های وحشتناکی اینا کار را ادامه میتن. نمیتونن صدای خود بیرون کنن، نمیتونن که چهره خود نشان بدن و چطور کار رسانه‌ای بدون صدا و بدون چهره امکان داره و دسترسی به اطلاعات برای زنای خبرنگار بسیار سخت است. هیچ طالب و هیچ نماینده طالب، سخنگوی طالب حاضر نیست که با یک زن خبرنگار مساوی بشینه و سوال از او را جواب بده و این کار خبرنگاری را ناممکن می سازه. حتی اگر این خبرنگار موفق شد و بره در مقابل طالب بشینه و صحبت کنه، اونم هیچ وقت نمیتونه سوال پرسان کنه که طالب او را خوش نداره و به خاطر از این که زندگی خودشان، زندگی فامیلشان در خطر قرار میگیره. با وجود تمام این چالش ها، داستان افغانستان فقط داستان شکست نیست. در داخل کشور هنوز جوانان هستند که به آموزش ادامه میدهند، کتاب میخوانند و برای آینده تلاش میکنند. در بیرون از کشور نیز هزاران افغان صدای کسانی شدند که در داخل نمیتوانند آزادانه سخن بگویند. امید هرچند کمرنگ هنوز زنده است. پلتفرم های زیرزمینی آموزشی جریان داره، این خودش نماد از مقاومت است. امی که مادرای خانواده با دخترای خود درس میخوانن و یا هم کورس های خانگی وجود داره که دخترها میرن درس میخوانن و میخوان یاد بگیرن، عقب نمانن از امی حلقه دانش. این خودش نماد از مقاومت است که مردم و زنای افغانستان میخواهند که در وضعیتشان تغییر به وجود بیاید. آنچه که طالبان انجام میدن آپارتاید جنسیتی هست و چیزایی که در افغانستان جریان داره. ما اگر از هر زاویه نگاه کنیم میبینیم که یک فریبکاری و دروغگویی و درویی است، چی در سیاست‌هایشان، چی در وضعیتی که با دنیا به نمایش میگذارن، چی در وضعیت تصویری که تلاش میکنن برای مردم حتی در داخل افغانستان بدن. استفاده از رسانه ها به عنوان یک ابزار، پروپاگاندا هایی که نشر میکنن. بر ما رژیم طالبان هیچ چیزی جز یک رژیم عوام فریب و ستمگر و استبدادگر نیستند. 5 سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان هنوز با پیامدهای آن روز زندگی میکند. داستان افغانستان هنوز پایان نیافته و صدای مردم آن در داخل کشور و در سراسر جهان همچنان شنیده می شود.